آنچه جان، جانی آچه، وقتی که در کوچه می رویم به حال من هر کس می خنده شما زیغ می شود. جانی آچه، برای مادر فرزند یعنی عزیزترین است. از همه کس برایش فرزند عزیز است. اگر به حال شما کسی بخندد تو بدان که در دل منی، تو دختر منی. آنچه جان، شما منو دوست می دارید؟ چرا چنین سوال میتی شکرانه؟ مگر مادر دیده ای که فرزندش را دوست ندارد؟ آنچه جان، شما می خواهید که یک دختر قد بلند داشته باشین؟ جانی آچه، برای مادر مهم فرزندش زیبا یا اینکه قد بلند یا اینکه بزیب یا اینکه قد پست نیست. همه مادر فرزندش را دوست می‌دارد و یگان مادر نمی‌خواهد بر پای فرزندش خاری رسد. چرا چنین فکرها داری؟ آنچه جان، من شما می‌بینم که شما گریه میکنید. شکرانه، گریه من برای تو میدونی برای چی است؟ من میفخرم که مثل تو دختر دارم. مثل تو دختر اینقدر عقل رسا دارد. من شکرانه میکنم که خداوند برایم چنین دختر داد. این اشک شادی است شکرانه. من هم با شما خوشبختم مادر جان. انا شکرانه جانی آچه، بازم زیباتر شدی. اکنون را برای من یک کاسه آب خنک بیار. حاضر آنچه جان.